سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم پیشنهادی شما میکنیم. امروز 29 فوریه است و نخست نظری کوتاه خواهیم داشت به سرخط چندی از موضوعها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به کشورهای غربی تهدید کرد. او در پیامش به پارلمان و مردم چی گفت؟ ریش و امر معروف روحانیون سببی از روسیه راندن چندین مهاجر شده است. از آنها درباره دین میپرسند و تلفن ها را میسنجند. و بحث و دعوا در دیوشتیچ بر سر چند گکتر زمین تا به دادگاه رفت و حل نشد. درختان را ریشه‌کن کردند و باغپروران را عصبانی و غمگین. هشتم 12 برید موندگش با من اسپید کردم آمدم بروده نتونستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام سالانه خود به مردم کشورش امروز جنگ اوکراین و برخوردش به دولت‌های غرب را شرح داد. او به کشورهای غربی تهدید کرد که اگر به اوکراین نیرو فرستند عاقبتش برای آنها فاجعه بار خواهد بود. جزئیات بیشتری صحبت‌های پوتین در گزارش همکارم طاهری سفر. ولادیمیر پوتین که 3 هفته پیش از انتخابات ریاستی جمهوری صحبت کرد، دیگر باره همان ادعایش را تکرار کرد که تجاوز به خاک اوکراین ضرور بود، چون هدف آن محافظت استقلال و امنیت روسیه است. با گفته ولادیمیر پوتین، با وجود آزمایش‌ها و تلخی‌های به قول او عملیات مخصوص نظامی در اوکراین، مردم روسیه این انتخابشون را درست می‌شمارند. روسیه ماه فوریه سال 2022 به اوکراین حمله کرد و از این جنگ چند پیش 2 سالی رسا گذشت. ولادیمیر پوتین در حضور وکیلان هر دو پالات پارلمان روسیه، دومای دولتی و شورای فدراسیون و دیگر مهمانان سخن می‌راند. او در آغاز از جنگ اوکراین گفت و کشورهای غربی را به آن متهم کرد که سعی دارند روسیه را بر رقابت تسلیحاتی بکشند و به قول پوتین روسیه را از داخل ضعیف کنند. رئیس جمهوری روسیه گفت غرب نه تنها می‌خواهد روسیه پیشرفت نکند، بلکه یک کشوری در حال مردن باشد، ولی به گفته پوتین غرب در این زمینه خطا کرد. اول همین هفته امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک نشست در شهر پاریس گفت با وجود نبود رضایت کامل در بین کشورهای غربی نباید ارسال نیروهای غرب به اوکراین را صرف نظر کرد تا روسیه در جنگ پیروز نشود. آنها درباره ارسال نیروهای ناتو به اوکراین گپ میزنند، ولی ما تقدیر آنهایی را در یاد داریم که زمانی به کشور ما نیرو فرستاده بودند. عاقبت کار مداخله‌گران فاجعه بارتر از گذشته خواهد بود. پیام ولادیمیر پوتین پیش از انتخابات ریاست جمهوری ارائه شد که قرار است روزهای 15 و 17 مارس صورت بگیرد و کرمل امیدوار است که آن را همچون شهادت حمایت سراسری از ولادیمیر پوتین و حمله روسیه به اوکراین نشان می‌دهد. انتخابات روسیه سخت زیر نظارت حکومت صورت می‌گیرد و آن را شفاف و عادلانه نمی‌حسابند و در این انتخابات هم رقیب واقعی از مخالفان در برابر پوتین شرکت نمی‌کند. در روسیه موردهای راندن مهاجران کاری برای گوش کردن موعظه روحانیون یا پیروی از جریان‌های گوناگون مذهبی افزوده است. مهاجران میگویند ماموران امنیتی تلفن کارگران از آسیای مرکزی را تفتیش کرده نوار روحانیون را میجویند. همچنین میپرسند که پیروی کدام مذهب و رویه هستند. برخی از مهاجران را به افراطگرایی عیبدار کرده از این کشور راندند. گزارش میگرانت میدیا را در این باره کیومر سیاتو پیشنهاد میکند. قنبر مهاجر کاری از قرقیزستان سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده است، اما هنگام سفر آخرش به مسکو ناگهان ناپدید شد. او را در فرودگاه دستگیر کرده به بازپرسی بردند و زود به زادگاهش قرقیزستان اخراج کردند. آنها تلفنم را گرفتند. فکر کردم که به مثل دفعه‌های پیشینه می شود، یعنی تلفن را تفتیش و مرا رها می کنند. در یوتیوب موعظه روحانیان مقصد حاجی و چوبک حاجی را گوش می کردم. آنها نوا را دیده گفتند جماعت تبلیغ در روسیه سازمان افراطگراست. واقعی مانند به نورعظیم مهاجر دیگری کاری از قرقیزستان روی داده است. او را 49 سال از حق درآمدن به خاک روسیه محروم کردند. این شهروند قرقیزستان میگوید هنگام به مسکو رسید ماموران امنیتی گفتند که نسبت به او تحقیق علاوگی صورت خواهد گرفت. به نقل نورعظیم در فرودگاه اساساً مردان ریشداران نگاه داشته از آنها میپرسیدند که آیا نماز میخوانند یا نه.
آنها یک قوطی آورده گفتند که تلفن‌های خود را باز کنید و در اینجا گذارید. ما طبق گفتهشان عمل کردیم. پس از آن که تلفن را فعال کردم، آنها با وای فای پیوست نموده به یوتیوب در آمدند. در آنجا ویدیوی حمله آمان به مسجد را دیده گفتند که تو چنین نوارها را می‌بینی و از آنها یاد می‌گیری. مهاجران بازداشت شده میگویند نیروهای امنیتی در روسیه حتی میپرسند که آنها از کدام مذهب و رویه پیروی میکنند و یا مسلمان ها چند عید دارند. یکی از مهاجران کاری از قرقیزستان اقرار شد که موعظه روحانیان ممنوع را در روسیه دیده و شنیده است. نیروهای روسیه در ماه فوریه امسال مهاجر تاجیک محمد نبی جلیلوف را برای پهن کردن نوار گروه حماس در شبکه‌های اجتماعی دستگیر کرده و به تاجیکستان سپردند. حقوقدان قرقیزستانی میرلن توکتوبکوف که بسیار وقت با مسئله مهاجران سر و کار دارد، به این نظر است که اخراج کارگران خارجی به دلایل مذهبی از روسیه بیشتر شده است. وقت‌های اخیر موردهای بسیاری ثبت شده است که آدمان را برای ظاهر و عکس‌های باریش در شناسنامه یا لباس دینی دپورتاسیون می‌کنند. در عموم به سبب جنگ در اوکراین چاره‌های امنیتی را در روسیه تقویت بخشیدند، اما این نباید با دینداری ارتباط داشته باشد. من این را به بیگانه ستیزی و اسلام بدبینی پیوند می‌دهم. این در حالی است که به گفته حقوقدان نیروهای امنیتی روسیه نه همیشه درباره مسائل مذهبی آگاهی درست دارند و روحانیان عادی موعظه‌گو را از شخصان ممنوع فرق کردن نمی‌توانند. در هر صورت او توصیه می‌دهد که مهاجران پیش از سفر به روسیه ویدیوی موعظه روحانیان و فتوا و بیانیه‌های آنها را از تلفن‌های خود و دستگاه‌های دیگر الکترونی پاک کنند. در ادامه موضوع مهاجران، با از کار ماندن نظام کانتاکت، مهاجران کره تاجیک در روسیه در جستجوی راه‌های نوی پولفرستی به نزدیکانشان شدند. بانک ملی گفت روسیه اجازتنامه کیوی بانک مالک سیستم کانتاکت را بازپس گرفت و انتقال پول از طریق این سیستم به تاجیکستان ناممکن شد. کانتاکت یک نظام بانکی انتقال پول است که ده‌ها هزار مهاجر از آن استفاده می‌بردند. همکاران ما در دوشنبه از چند راهگذر درباره تأثیر قطعی کار کانتاکت به زندگی مهاجران و خانواده‌های آنها پرسیدند. در روسیه کسی بوده مثلا پدر و برادرای کسی هست هوای روی میکنن که زندگی مقصد خانواده‌اش یا ماده بهتر شود. اگر هم قطع شده باشه باید دیگه چیکار میکنن اکوزی نمیدونن که چی میگیرن و پولا چیکار میشته باشه است. قطع شدنش با فکرم که برای مهاجرو سخت‌تر میشه و برای که باید یک کار و فعالیت زیست زندگانیشون در وطن یا در همونجا با واسطه با می بانک‌ها اگر اینو کار نکنن مشکلی نستریم قطعی کار کرده بودیم راهی میکردیم بعد یا قطع شد سی از نوع قطعی و چند راه ها داشت آخه بعضی چیزا قطع شده. پیش اپا وای بودم در روسیه وای میخوندم توسط переводи وای کرونا زلاتای کرونا перевод داشتم اما خیلی перевод نکردم. در ناحیه دیوشتیچ بحث و دعوا سر چند گکتر زمین تا به بالا رفته است. کار تا جای کشیده شده است که درختان عظیم بارآور را ریشه‌کن کردند و زحمت چندین ساله باغپروران را هم برباد دادند. همکار ما فرزان محمدی درباره مشکلات و دعوای پیچیده و مرکب این دهقانان و زمینداران گزارش تهیه کرد که آن را همراه می‌بینیم. چند از دهقانان دهه هزار چشمه جماعت مجون ناحیه دیوشتیچ از ده‌ها درخت پروردهشان محروم شده و تقدیر ده‌ها گکتر زمینشان ناروشن مانده است. آنها شکایت دارند که به آگاهی و به رضایتشان مقامات محلی درختان نو پرشکوفه آنها را بریده یا تلاش کردند قسمی از باغ‌ها را نابود کنند. 75 تا سفیددار را بریدگی زردالی من 12 تا برید موندگیش با من اسپید کردم آمدم بریده نتونستم. خوجگی دهقانی علیشیر نوایی به آزاد شدیم شرطنامه‌ای ذخیره‌ای زمین داشتیم
40 ساتیخ بود همین ساتیخ با نوک نوی بابایی و کرگی بودیم شنوندگی بودیم همین نویا با ریششون کوبانده پرتو با ریششون. دهقانان و ساکنان دهه هزار چشمه میگویند برای به این حال رسیدن درختان میوه دهنده اشورعلی جلیلزاده رئیس ناحیه دوشتیچ و دیگر کارمندانش سببگارند، چون قرار کوچانیدن درختان را ندیده و نسنجیده برآوردند. تا قرار رئیس ناحیه برآمدن ممکن 16 17 کمیسیون امضا میکنه. در سندی که رئیس به آن اشاره میکند گفته می شود که این زمین ها سالها استفاده نشده درختان آن اساسیل ماندند، اما دهقانان میگویند درختها پیر و بی‌حاصل نبودند و با زحمت زیاد پرورده شدهاند. در عکس ها دیده می شود که چندین بیخناک و دیگر درختان سرسبز در عین گل کردن و حاصل بستن ریشه‌کن شدهاند. اینجا آب نبود، اینجا سکواش یکم چیز نبود، اینجا ما آورده اینجا خراب قطع کشیده کلان کرده این درخت. اما یکم خشک شده است نه که اینا خشک شده گفته اینا عکس کرده یا کلان وای فوتس کرده و یا کرده برده وای. دهقانان و سهمداران و ساکنان دهه هزار چشمه میگویند بریدن درختان یا کوشش این حالت با شکایت رئیس نوی خواجگی دهقانی بسیده پیرایمقل ستارقلوف به عمل آمده است. جانبها بیش از 1 سال باز بر سر زمین بحث دادگاهی داشتند و زمان کوچانیدن درختان به آغاز بحث راست می آید. ستارقلوف در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که در واقع این حالت با مراجعت او صورت گرفته است و به یگان قاعده ویرانکنی دست نزده است. دهقانان میگویند منطق قرارهای رئیس را نفهمیدند و سردرگم شدند. ادعا دارند که با این قرارها حقوق صدها دهقان پایمال شده است. 1 ماه پیش این مسئله را در نشست خبری رئیس ناحیه دوشتیچ در میان گذاشتیم ولی به سوال پاسخی مشخص نداد. معلوماتی مفصل دادن نمیتونم حتما ما خطی شما بشنوید. حالا می رویم به ولایت ختلان، منطقه‌ای که قریب هر سال آنجا با خرج پول زیاد برای مهمانان و سیاحان مکان و بیناها ساخته می شود، اما در یک فرصت کوتاه آنها به خرابه‌زار تبدیل می یابند، مثل این مکان در خاولین که برای قبول مهمانان ساخته بودند و آن اکنون به تدریج ویران می شود. همکارم مومین احمدی گزارش می دهد. در اینجا برای مهمانان ناحیه خاولینگ محل پیشوازگیری ساختند، اما معلوم نیست آخرین دفعه کی مهمانی از اینجا گذر کرده است. حالا یک گوشه ویرانه را میماند. رسم رنگشون هم در رفتگی شهر رو در یک وضعیت ناحیه قرار داره که تعمیر کردن امور از قسمت بوم بخورد و جای رئیس طرف نقشه میگیریم تعمیر میکنیم. حکومت‌های محلی برای ساختن چنین باغ و مکان‌ها صدها هزار سامانی صرف میکنند، ولی دیر نگذشته آنها به خرابه‌زار تبدیل می‌یابند. مقامات خاولینگ اعتراف کردند که حالا توانی تعمیر آن را ندارند. درختایی که در اطراف همش مونده شده‌اند 80% سبزیش داره و یک 20% قسمتی بلوش سبزیش نداشت. ما تیرمنی همون از نو شنوندیم و خوش میکنیم که همون اطراف درخت‌ها هم یک محکم خوری کنیم که چون سر راه رفت آمد حیوانات زیاده خوش میکنیم که چرا برقرار کنیم. ساختن باغ و تعمیر آن با پول بودجه تنها خاص خاولینگ نیست. اولین بار در دهه آلیمتای حکومت ناحیه واسه باغ استقبال مهمانان را ساخت. اگر مهمانی والا مقام به واسه آید، مقامات او را همینجا پیشواز میگیرند. سال 2022 در کلاب چنین مکانی پیشوازی مهمانان را ساختند. پیکره دعای مادر را هم گذاشتند. برای آن حکومت کلاب 3 میلیون سامانی صرف کرده بود. در پرده برداری از پیکره پرزیدنت امامعلی رحمان شرکت کرد. حکومت کلاب برای نگاه و بین این مکان هر سال از بودجه پول جدا میکند. در ناحیه خاولینگ معلوم نیست بار آخرین محل را کی تعمیر کردند. ساکنان هم تنقید میکنند که بجای چنین مکانها کارخانه سازند و آن هم زمانی که ساختن پارک و پیکره گذاری در شهر و نواحی به یک نوع مسابقه تبدیل یافته است. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس برای همراهی و خدا نگهداری شما.